وطن چون دامنی مادر عزیز است وطن مانند با مادر عزیز است مکن سنگی وطن را پیش پایی که چون بالین بزیری سر عزیز است مکن سنگی وطن را پیش پایی که چون بالین بزیری سر عزیز است وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان وطن دنیاست تو من ای زندگانی وطن باشد بهار و من جوانی برای حفظ او آماده هستم قسم با ننگ و آری آریانی برای حفظ او آماده هستم قسم با ننگ و آری آریانی وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان سارانی تو دارم توی آغاز دنیا تاجیکستان جوانی از بهارانی تو دارم توی آغاز دنیا تاجیکستان جوانی از بهارانی تو دارم وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان جهان در جستنی تاب و تبیسون زی خورشید و ماهی روز و شبی سون جهان در جستنی تاب و تبیسون زی خورشید و ماهی روز و شبی سون تو هستی ای وطن ای تاجیکستان برای اهلی دنیا مکتبی سون تو هستی ای وطن ای تاجیکستان برای اهلی دنیا مکتبی سون وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان وطن جانم وطن جان وطن جانم وطن جان. درود عرض میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. برنامه فضا است و مهمانان امروزه برنامه ما عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر جوان، بزرگمهر تاجدین و همچنین آوازخوان محبوب کشور ارکین اودینایف تشریف آوردند که من حضور ایشان را به برنامه خیر مقدم میگویم و امروز تصمیم گرفتیم که یک برنامه شیر و شکر پیشنهاد بیننده گردانیم، چون شاعر با آوازخوان آمده که در نتیجه همکاری همدیگر سرودهای خیلی زیبا آفریدند. خوش آمدید به برنامه. تشکر زیاد. واقعا ترانه زیبا بود از دو بیتی های شما و تا جایی که منقدان شعر و عموما آن نفرانی که در ساحه ادبیات هستند میگویند شما بیشتر دست قوی در نوشتن دو بیتی ها دارید.
تا چه اندازه به همین حرف راضی هستید؟ درود به شما، به تماشابینان عزیز تلویزیون سفینه. تشکر برای دعوت. شبکه سفینه همچون منبری بلندترین انعکاسگری حیات فرهنگی کشور همه روزه سهم روزافزون دارد و ما از این جهت منت داریم. در ژانرهای معمولی غزل، دوبیتی، روبایی، چهارپاره، بیت، قطعه و مانند اینها اساساً نوشته های من در 3 مجموعه گرد آمدند و در هر مجموعه دست کم 100-150 دوبیتی هم هست. یعنی بیشتر دوبیتی بنویسید. و شاید از اون باشد که خودم دوبیتی های زیاد از دفتری ریزه‌بارون استاد لایق از یاد میدانم، از بابا طاهر اوریان، از محمد اقبال لاهوری، از گلرخسار و دیگران. در دوبیتی ساده بیانی، روشن بیانی، موجز بیانی مهم است. خاصتا در زمان ما که مردم بیشتر چیز کوتاه را دوست دارن که بخونن. بله، هیچ نه بیت آخر، بیت مقطع باید سخن داشته باشد که یک نوی در آن باشد، حرف شاعرانه باشد. بله. و دوبیتی در ایجادیات هر شاعر هست، کم یا زیاد. ولی در کتابی که نوار جوانی بله. و بیننده عزیز، این رونمای کتاب نوار جوانی نیز هست این برنامه، چون این کتاب به تازگی روی نشر آمده و یادآور میشم که بزرگمیر تاج‌الدین چند روز قبل در اتفاق نویسندگان تاجیکستان شب ایجادی نیز داشت. خب بفرمایید. تشکر. راجع به دوبیتی میگفتیم. با فرق از دیگر کتاب ها، در کتاب نوار جوانی دوبیتی و روبایی نسبتاً کمتر است. غزل زیادتر است. بله، غزل زیادتر است، چهارپاره زیادتر است. نزدیک 100 صفحه این کتاب را غزل تشکیل می‌دهد در موضوع‌های گوناگون، اکثراً در موضوع‌های اجتماعی است. وطن، مادر و دیگر موضوع‌ها. شاید از آن باشد که دوبیتی خاطرماندترین ژانر است، مانند روبایی، مانند قطعه، مانند بیت. و یک خصوصیت دیگری دوبیتی در این است که مشهورترین آن، معمولترین آن به حکم فولکلور در آمده است. بعضی از دوبیتی های استاد لایق را همه میداند، از یاد میداند و شاید نداند که از استاد لایق است. مانند از بابا طاهر اوریان میگونه شده است. برای مثال از استاد لایق خزانریز و خزانریز و خزانریز، چرا عمری جوانی بگذرد تیز، چرا آدم نداند قیمت عمر، چرا ناچیز گردد از پی چیز. و همین یک نمونه روشن دوبیتی است، با تمام معنا در ژانر دوبیتی جوابگو است. و گاهی شاید همین گونه باشد که خودی احساس شاعر مثلا وادار کند که به دوبیتی رو بیاره، چون گاهی احساسهایی هست که در دوبیتی جا می شود. بله، این گونه هم هست. اساساً وقتی دوبیتی میگوید شاعر، من فکر میکنم همون معنی، همون یک مضمون و معنای کم، یک سخنی که کوتاه است، موجز است اما نشان رس است و میان میآید، بعد آن را در قالب دوبیتی می‌درآورد، چون در همین چهارچوبه سخن تمام می‌شود و نمی‌شود آن را دوام داد. مثلا همین دوبیتی که اینها ترانه‌اش رو
Эркин Одинаев пешниҳод кардан масалан дар бораи ватан дубайти аввал ки тасвири хеле ҷолиб буд, ҳатто санги ватанро бояд пешбона зад ки масалан ҳамчо болин аст ва ҳамин гуна тасвирҳои аҷибу ҳолатҳои ғайриоддӣ дар дубайти зиёд ҳастанд ки хеле таъсирнок ҳастанд ва вақте ки мехонӣ зуд инсон онро ҳифз мекунад, зуд масалан мазмуну муҳтавои он дар зеҳни кас ҷо мешавад. Шояд яке аз ҳамин муассир будани дубайтиҳо дар ҳамин аст. бале, вақте китоби нахустинам ба нашр расид бо номи соати девори дил, дар пешгуфтори он шоири халқи Тоҷикистон устод Рустам Ваҳобзода вақте андешаҳояшонро дар бораи навиштаҳои ман баён доштанд, дар бораи дубайтиҳоям алоҳида баҳогузорӣ карданд ва дар ҳамон шабу рӯзи ба нашр расидани китоб пешгуфтор дар ҳафтавори адабиёт ва санъат ба нашр расида буд, бознашр шуда буд ки ҳам ба худи дигар адибон, устодон ба ҳама писанд омада буд. Бале. خب تشکر زیاد. همکاری شما با ارکین آدینایف چگونه جریان میگیرد؟ تو میدونم بیشتری از همین شعرهای شما رو ارکین آدینایف آهنگ میبندن. سلام و درود به همه بینندگان تلویزیونی سفینه برنامه فضا. وقتی که ما با بزرگمهر تاج‌الدین شنا شدیم در صفحه فیسبوک، بیشتر غزلیات‌های جمشید محکمپور رو من می‌شنیدم، غزل‌های استاد غزل‌های کوزلی فتح‌الله رو می‌شنیدم، سینای ابوعلی رو می‌شنیدم. بعد یک روز شد که شوخی‌آمیز بزرگمهر تاج‌الدین گفتن که فقط همین شما سرودهای همین بی‌معنی خوندن میگه دیگه با سرودهای من نمی‌خونی. ایراد می‌گرفت نه؟ بله ایراد می‌گرفتن. بعد من گفتم که بزرگمهر جان شما غزل‌هایتون گفتم من یک اونجا ندیدم، پارت یک بار فیسونت بینم می‌خونیم. بعد با کتابی استاد شنا شدیم، دیلی آینه بند کتابی نوام رو دادن. بعد روزی که محفل داشتن سه سرودشون رو همونجا خواندن، بزرگمهر جان معقول شد. ولی خوب از وقتی که شاعر به واسطه با آوازخوان همکاری میکند، بعضی مثلا آوازخوان‌ها هستند که اگه چی علاوه میکنند که مثلا هنگامی اجرا کردن من خودم فقط علاوه کردم تمام. درست است. وقتی بعضی حالت‌ها هستند که هنگامی اجرا کردن یک شعر بعضی کلمه‌ها در آهنگ جور نمیآید، اجرا کردنش که سرودنش سخت‌تر میآید، مجبور میشود که باید اون رو عوض کنی. همین گونه حالت‌ها نیز هست. شاید که نقرات گفتگی گپ هست، نقرات بیاد که به همین خاطر شما نقرات باشد. من دیدم که دوبایتی که بود، از دوبایتی که بود با من گفتم وطن جان وطن جان وطن جانم وطن جان. باز چی ترانه آوردید؟ یک ترانه مادر از بزرگمهر تاج‌الدین بهری مخلصی عزیز. این هم در قالب دوبایتی است همین ترانه؟ مادر در ژانر غزل است. چون در وصف مدرن شما دوبایت‌های زیاد دارید. من چند دوبایتی شما رو خواندم. خب بفرمایید. مرحبا. مادرم پندی تو را پزمان شدم، دودی اسپندی تو را پزمان شدم. مادرم پندی تو را پزمان شدم، دودی اسپندی تو را پزمان شدم. کی روم سویت کی از دیداری خود، جانی خورسندی تو را پزمان شدم. کی روم سویت کی از دیداری خود، جانی خورسندی تو را پزمان شدم.
دستی پر زهری جدایی شد دراز دستی پر خندی تو را پزمان شدم پنجه هایم بر سرم چون پنجره پنج فرزندی تو را پزمان شدم پنجه هایم بر سرم چون پنجره پنج فرزندی تو را پزمان شدم مادرم پندی تو را پزمان شدم مرگ سوی من بیزد بس زهر خند بس شکر خندی تو را پزمان شدم خسته گشتم خسته از باری گناه مادرم پندی تو را پزمان شدم خسته گشتم خسته از باری گناه مادرم پندی تو را پزمان شدم دودی اسپندی تو را پزمان شدم دستی پر خندی تو را پزمان شدم. در اکثر شعرهای شما همین درد اجتماع موضوعهای اجتماعی دیده می شود هرچند بعضی شعرهای لیریکی هم هستند ولی شما در یک بیت در یک مثلا حالت در یک کلمه باز همون دردهای اجتماعی را جا میکنید. خب تا چه اندازه میخواهید که بیشتر همین موضوع رو پیگیری کنید؟ چرا بیشتر میخواهید که شعر اجتماع داشته باشه؟ بعضی از ادبیات شناسان بر آن نظرند که شعر برای خاص است نه برای عام، ولی ما میتوانیم چند شاعر را نام بریم که کوشیدند که شعر برای عام باشد و تا یک اندازه موفق هم شدند. از جمله استاد زنده یاد لایق شیرعلی، استاد بازار صابر، از اینها که امروز با ما هستند شکری نصیب، گل رخسار، آذرخش، فرزانه و دیگران، دایره خوانندگان این شاعران وسیع‌تر است از هر قشر جامعه و این رسالت اولین درجه همیشگی به حساب می رود برای ایجادکار که نمایندگان گوناگون را به شعر جلب کند، دایره خوانندگان خود را کلانتر کند. همین شاعران از موضوع ملی فراتر رفتند تا به موضوعهای بشری. رسالت خود را همچون شاعر نه تنها در نزد ملت بلکه در نزد بشر، انسانیت تمام روی دنیا اجرا کردن میخواهند.
و هر کی ادیب جهانی به حساب می رود در نوشته هایش همین رسالت را آدم پی می برد. بجسم گمانی انسان دوستی. بله، نوابسته از هر قوم نژاد و دیگر اقلیت ها که بسیاری ها درک نمی کنند، ایجادکار درک می کنند. در موضوع های اجتماعی یک چیز به نظر گرفته می شود، هم ساده بیانی، هم فهمو گفتن، نشان رس گفتن، تأثیر گذار گفتن که موضوع های اجتماعی با یک یا دو نفر دخل ندارد. هر کی آن را می خواند برای خود قبول می کند. درد خود را از آن پیدا بله، می‌کند. همین جمعیت چگونه که هست، ایجادکار برابری هر یک نفر فکر کرده. جای می شود که در یک شعر در هر بیت موضوع ها عوض شدن می گیرند. یک بیت این موضوع، بیت دیگر موضوع دیگر، ولی پره درد اجتماعی در آن زینه به زینه نشان داده می شود، راه حل آن نشان داده می شود و هر شعر اجتماعی در بین مردم نوابسته از سرود شدنش موقع پیدا می کند. تجربه ها نیز نشان میدهند که مردم بیشتر شعرهای اجتماعی میخوانند. بله، بیشتر به از شعرهای همین اجتماعی اگر توجه دارند. مثلا شعرهای استاد بازار صابری چقدر درد اجتماع دارند و چقدر خواننده دارند، چقدر مردم با مثلا یک احساسی عجیب میخوانند، چقدر از آن دردهای خود را پیدا میکنند و شعرهای استاد لایق نیست همین گونه دردی جامعه را در خود فرا گرفته است. شاید فراگیری همین بود. بله، هرچی در جامعه میگذرد باید در شعر باشد. ولی ببینید مثلا این هم درست نیست که یک شاعر فقط درد امروز رو بگوید و درد رو چنان بیان کند که بعد از 100 سال اون درد کهنه نشود. بله، واقعا چنین است. بعد از 100 سال اون شعر رو بخوانند دوباره دیگر. در این حال وظیفه شاعر با یک گفتن تمام نمی شود. باید درد را با زبان شعر در قالب شعر زیبا بگوید. چون یکی از پهلوهای شعر زیبا گفته توانستن است، سفته کردن بله. سخن است. و همین که از زمان شاعران کلاسیک 4 سبک را در شعر جدا کردند: سبک خراسانی، سبک عراقی، سبک هندی و سبک بازگشت ادبی. سبک خراسانی از استاد رودکی آغاز می یابد، همان سبکی که برای همه فهمه است. به طور دیگر آن را سهل ممتنع می گویند، به این معنی که آسان فهمی دشوار نویس. هر قدری که آسان فهمیده می شود از جانب خواننده، همان قدر ایجاد کردنش برای شاعر مشکل تر است. ببینید که در زمان خود حتی مثلا اگر به شعرهای اجتماعی حافظ اگر نظر افکنیم، درد امروز است. هر گاهی که میخونیم میگوید درد امروز است. مثلا میگوید که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. این در همه دور و زمان اگر این را بخونیم میگوید شعر امروز است. یعنی ببینید که چقدر مهارت و چقدر همون هنری شاعر باعث آن گردیده است که بعد از 10 عصر شعر کهنه نمی شود. و خیلی فکر میکنم که رسالت هر نویسنده، هر شاعر، هر ایجادکار همین است که برای عصرها بگوید، برای امروز نه، برای آینده ها، برای 100 ساله های بعد، برای مثلا 1000 ساله های بعد بگوید که ماندگار شود شعر، سخن ماندگار شود. و فکر میکنم رسالت اصلی همین است. چیزی برای ما میخونید؟ برقی راغون نور باشد ره به ره پیدای وخش،
гашт аз ин дам аён фардои вахш, медамад субҳи нав аз дарёи вахш, баъд аз ин дар тоҷикистон шом нест. миллати нурониву нурофарем, бениёз аз моҳтобу ахтарем, дар ҷаҳони нур умре раҳбарем, баъд аз ин дар тоҷикистон шом нест. бас ки моро расму роҳи дигар аст, то ба дуриҳо нигоҳи дигар аст, хоки моро меҳру моҳи дигар аст, баъд аз ин дар тоҷикистон шом нест. гашт ними умр сарфи рӯшанӣ, то чунин борид барфи рӯшанӣ, то зи дил гуфтем ҳарфи рӯшанӣ, баъд аз ин дар тоҷикистон шом нест. хонаи нури аҳурои ватан, ту ягона ганҷи пайдои ватан, беду дунё ҳам ту дунёи ватан, баъд аз ин дар тоҷикистон шом нест. ин навишта бардоште ҳаст аз сафаре ки ба Роғун бо дигар эҷодкорон доштем. мо тамоми ҷои ин иншооти бузурги асрро дидан кардем. аз наздик бо коргарон, бале, бо кормандони Роғун суҳбатҳо доштем. роҳбарияти Роғун ҳам бо наворҳо, ҳам аз наздик моро бо рафти кор дар ин сохтмони бузурги замон ошно гардониданд. ташаккур. ва воқеан ҳам шеъри хеле зебо аст. ташаккур. ва ҳамин гуна дар васфи ватан шеърҳои зебо низ доред? як навишта дар сисолагии ҷашни иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯи коғаз омада буд. зи дуриҳо ҳидоят мавлавӣ дошт, ба девони кабири паҳлавӣ дошт. биё то қадри якдигар бидонем, ки то ногаҳ зи якдигар намонем. ғурури хастаҷон аз хок бархест, чу кӯҳсорон ба арши пок бархест. зарафшонро бадахшон кард оғӯш, бадахшонро зарафшон кард оғӯш. садои дастҳо бо ҳам баромад, зи дил оҳи пасин бо ғам баромад. ба дасташ армуғон даврони тоҷик, барои тоҷикистон ҷони тоҷик. қадамҷои камол аз мост розӣ, равони покаш аз болост розӣ. душанберо ҷавонии бухорост, дар ӯ сад зиндагонии бухорост. душанбе шаҳри шоир, шаҳри ошиқ. душанбе шаҳри шоир, шаҳри ошиқ. душанбе шаҳри бозор асту лоиқ. ба сарсабзӣ расидам то баҳораш, ба гардун қад кашидам чун чанораш. душанбе дур агар бошад дурудам, душанбе сур агар бошад сурудам. ғазалҳо рӯдакивор аст акнун, зи базми васли ҳар лайлову маҷнун. бар ӯ доғи дили мо моҳтоб аст, ба дил сӯзи дили мо офтоб аст. муборак бод моро аҳди моӣ, туро аз ту маро аз ман ҷудоӣ. ташаккури зиёд, хаста набошед. бозам ба суруду мусиқӣ бармегардем. эркинҷон, шумо боз чӣ таронаро пешниҳодӣ мекунед? чорпоре ҳаст дар бо номи ду чашми ту дар эҷодоти бузургмери Тоҷиддин. шумо оҳанг бастед? бале. хуб, марҳамат, бифармоед. چشمی تو که زیبا بود
فقط بحری تماشا بود برای زندگی من دو چشمی تو دنیا بود دو چشمی تو که زیبا بود فقط بحری تماشا بود برای زندگی من دو چشمی تو دنیا بود ای دو چشمی تو دنیا بود با چشمی تو دیگر بودم صدف بودم گوهر بودم با چشمی تو دیگر بودم صدف بودم گوهر بودم به مثلی حضرتی مانی به لب پیکی سحر بودم به مثلی حضرتی مانی به لب پیکی سحر بودم با چشمت بگناه بودم زی دشمن ها پناه بودم با چشمت بگناه بودم زی دشمن ها پناه بودم تو روزی نکی من بودی و تو خورشیدی ره بودم تو روزی نکی من بودی و تو خورشیدی ره بودم زی چشمی تو نهان اکنون و چشمی من عیان اکنون زی چشمی تو نهان اکنون و چشمی غم عیان اکنون جوانی های من پیریست بهاری من خزان اکنون جوانی های من پیریست بهاری من خزان اکنون دو چشمی تو که زیبا بود فقط بحری تماشا بود برای زندگی من دو چشمی تو دنیا بود دو چشمی تو دنیا بود ای دو چشمی تو دنیا بود تشکر زیاد، خسته نباشید. وقتی که شاعر شعر خود را در قالب آهنگ میشنود این چه احساس دارد؟ بهترین احساس است و شعر به تمام دیگر در نظر مردم می نماید با آهنگ با صدای آوازخوان و شاید بعضی جنبه های شعر را سرود معلوم تر میکند برای مردم. هم تو با یک بار از کتاب خواندن شاید آن را پی نبری ولی سرود تاثیرناکتر ولی مؤثرتر برای آدم میفهماند. بله. و شما از جمله آن جوانهایی هستید که در شعر نو نیز بسیار مشق قلم کرده اید و شعرهای خوب نیز آفریده اید در این ژانر شعری، شعر نو، شعر نمایی، شعر سفید میگویند. خب و بیشتر شاعران همین دردهای اجتماعی را در قالب همین گونه شعرها پیشنهاد میکنند. چرا؟ وقتی اندیشه های ایجادکار دور است در یگان قالب معمولی، چی در غزل، چی در روبایی، چی در دو بیتی یا چهارپاره یا قطعه نمی گنجد، با شعری نو
که آن را شعر آزاد میگویند، شکل دیگر شعر سفید یا نیمایی رو می آورد. اما در این گونه شعرها باید ایجادکار سخن زیادتی نداشته باشد. بله. همون عنصرهایی که برای یک شعر مشخص، برای یک شعری به معنای تام شعر ضرورند، باید در همین شعر نو باشند و تمام. حتی به یگان واژه یا عباره زیادتی ایجادکار باید این شعر را آغاز کند، دوام دهد و به آخر رساند. بله. ولی وزن از آن گم نمی شود و بعضی همون شعرهای مینیمایی قافیه نیز دارند. بله. یعنی از این قاعده ها بیرون نمی شوی. گاه ها می شود که در بعضی بیت ها یا بند های شعر نیمایی به طور طبیعی قافیه پیدا می شود. بله. هنگام نوشت. ولی البته وزن هم بر رعایت گرفته می شود، هرچند که مصرع‌ها دراز و کوتاهند، یک مرام نمی روند، اما وزن عروض هست. در شعر سفید باشد نه وزن به نوبت گرفته می شود، نه قافیه، نه چیزی دیگر، اما یک موسیقی، یک روانی که تنها خاصی شعر است در آن به نظر گرفته می شود. شعر نیمایی که آن را با نام‌های شعر آزاد یا شعر نو می‌شناسند، در ادبیات ایران از نیمایوشیچ آغاز می‌یابد که ساختار آن را در ایران نیمایوشیچ روی کار آورده بود. در تاجیکستان استاد لاهوتی. در تاجیکستان استاد عینی. استاد عینی پیش از نیما. استاد عینی پیش از نیمایوشیچ، حتی 5 سال پیش، همون مرش حریت را در قالب همین شعری که امروز آزاد میگویند یا نیمایی میگویند ایجاد کرده بود. این را بسیاری ها نمیدانند. آنهایی که با پژوهش ژانرهای شعر مشغولند، تحول شعر را میگویند، میدونند، در مقاله هایشان هست، ولی همه نمیدونند. برای ما این شعر از استاد عینی آغاز می‌یابد، پیش از نیمایوشیچ یا شعرهای مثلا استاد لاهوتی این برجستگی احساس می‌شود. بله، خاصتا وقتی که به تاجیکستان آمده. چون حیاتی که استاد ابوالقاسم لاهوتی از سر گذرانیده بود، هم در ایران هم در اتحاد شوروی، برای او هم به این نمود شعر گذاشتن ضرور بود، حکمی طبیعی بود، چون او هم نمیتوانست که همه چیزی که در دل دارد یا از سر گذرانیده است در غزل بگوید. در بعداً از زمان شوروی اگر تا این روز به این نوبت گیریم، استادان مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر، گلرخسار، بعدتر کمال نصرالله، گلنظر کلدی و دیگران گفتن شعر را با این ژانر ادامه دادند و وقتی بعضی آهنگسازان بهانه پیش می‌آورند که بعضی از ژانرهای شعر را به آهنگ درآوردن غیر امکان است یا مشکل است، باز سرودهایی که در این ژانر روی کار آمدن رد میکنند. از جمله الا شاداب ساحل ها، این در قالب شعر نو است، ولی یک مهارت آهنگسازی است بسیار هم خاطرمان را در خود گرفته است. بله، واقعا می شود از همین شعر سفید، از همین قالب برای ما چیزی پیشنهاد کنید؟ شما در همین گونه شعرهایتان بیشتر مثلا یک چند شعرهای دارید که در شبکه‌های اجتماعی خیلی مشهور هستند و مثلا
وصف فیسبوک میکنند و یا من گفت و شنیدهای فیسبوکی و اومدن امون رد و بدل ها عشق و عاشقی که در فیسبوک میشود بیان ساخته. فصلی دیگر تو از بهار سبزتر، تو فصل پنجمی، زی 4 فصل گذشتم و تو را بیافتم. همیشه فصلی سبز و زرد و گرم و سرد هست، تو فصل دیگری، تو فصل فصلهایمی، تو اصل فصلهایمی، تو وصل فصلهایمی. تو یک حقیقتی که در فسانه هاست مثل تو، که در خیال و خواب و آرزوست مثل تو. تو آمدی به جای غم، به جای درد، به جای بیکسی. به وقت خویش آمدی، کنون تویی، تو ماهتاب روشنی، منم شب دراز و تیره‌ات. تو هستی آفتاب با نگاهی گرم، روزی سردی تو منم. شرار دیده جوانی منی، صدای قلب زندگانی منی. به نام، به خندت، به هر نگاه، به مهربانیت، به جانفشانیت، به حسن آسمانیت، تو معنی نوشته هایمی. قسم که من تو را درون دل، درون جان، درون چشمهای انتظار، درون شعرهای ناتمام، درون باور و امید همیشه احتیاط میکنم. تو از بهار سبزتر، تو فصل دیگری، که مثل تو به یک زمین و 100 زمان همین تویی. تشکر زیاد. سپاس که به برنامه ما تشریف آوردید. سپاس که ارکین جان برای ما ترانه های جذاب پیشنهاد کردید از اشعار بزرگمیر تاج‌الدین و بگذار که همین گونه همکاری ها، همین گونه مثلا به هم آمدن آوازخوان و شاعران بیشتر شود، چون ترانه های پرمضمون، ترانه های والا بیشتر ایجاد می شوند وقتی که شاعر با آوازخوان همکاری میکند. سپاس از تشریفتان و در انتهای برنامه برای ما چی پیشنهاد میکنید؟ در انتهای برنامه با بزرگمیر تاج‌الدین یک چیز رو هم خواهش هم التماس، سروده عشقی بسیار نیستی. طلب چون است که بزرگمیر تاج‌الدین فقط سروده عشقی نیستن، ارکین جان شما سروده. حتی ما همین بزرگمیر تاج‌الدین میرسونم. تو بیشتر وقتی که ورق میزنه شعرهای اجتماعی پیدا میشه. بله. واقعا تشکر زیاد. شما چی ترانه میخونید از بزرگمیر؟ یک ترانه نوی دیگر به نام آینه. و دوستان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه امروز فضا رسیدیم. به شما روزگاری خوش و آسوده تمنا داریم. سربلند و فیروز باشید و با یک ترانه دیگر برنامه به اتمام میرسد. پیش حسنی تو چی میگویم اگر آینم، حسن در حسن هستی و آینه در آینم. پیش حسنی تو چی میگویم اگر آینه ام، حسن در حسن هستی و آینه در آینم. از شکست و رخت آگه نیست مثلی من کسی، بیشکنم ریزم به پایت هر قدر آینم. از شکست و رخت آگه نیست مثلی من کسی، بیشکنم ریزم به پایت هر قدر آینم.
پاسداری نوبهار و نوجوانی های خوش در دو چشمم یک توی با دو گوهر آینه ام صبح رویت را ببین و شام مویت را ببین من بر روی و موی تو شام و سحر آینه ام صبح رویت را ببین و شام مویت را ببین من بر روی و موی تو شام و سحر آینه ام زیری پای تو دلی من مانده در جای زمین از بلندی ای غروری خود نگر آینه ام کوچه ای شهری مرا پر کن ز عطری خویشتن عالمی حسنی تو را ای رهگذر آینه ام کوچه ای شهری مرا پر کن ز عطری خویشتن عالمی حسنی تو را ای رهگذر آینم پیش حسنی تو چی میگویم اگر آینم حسن در حسن هستی و آینه در آینه ام